در دل اقیانوس اطلس جنوبی، جایی نزدیک سواحل برزیل، جزیره‌های فراوان وجود دارد. اما یکی از آنها با همه فرق دارد. جزیره‌ای که اسمش به تنهایی لرزه بر اندام مردم می‌اندازد. جزیره مارها. جایی که ورود به آن مثل امضای حکم مرگ است. آنقدر خطرناک که نیروی دریایی برزیل دور آن خط قرمز کشیده و اعلام کرده هیچ کس بدون مجوز ویژه حق ندارد حتی نزدیک این جزیره شود. اما چرا؟ چون این جزیره خانه یکی از مرگبارترین موجودات روی کره زمین است. موجوداتی که فقط یک نیش آنها میتواند در چند دقیقه انسان را نابود کند. جزیره مارها با نام رسمی هوای مادا گرانده حدود 43 هکتار مساحت دارد. این یعنی تقریباً اندازه 60 زمین فوتبال. سطح جزیره شامل صخره‌های تیز، جنگل‌های انبوه، شیب‌های خطرناک و زمین‌هایی سست است. هیچ منبع آب شیرین طبیعی در جزیره وجود ندارد. هیچ جاده‌ای، هیچ سکونتگاهی، هیچ برق و هیچ سیستم زیربنایی ندارد. نکته عجیب‌تر، جزیره تقریباً کاملاً ایزوله است. این انزوا باعث شده طبیعت در آن شکل کاملاً متفاوتی بگیرد و گونه‌هایی تکامل پیدا کنند که هیچ جای دیگری در دنیا وجود ندارند. هزاران سال پیش سطح آب دریا بالا رفت. زمین‌هایی که روزی متصل به برزیل بودند از خاک اصلی جدا شدند و تبدیل به جزیره‌های کوچک شدند. مارهایی که روی این تکه زمین گیر افتادند دیگر راه بازگشتی نداشتند. به مرور زمان غذا کم شد، رقابت زیاد شد. پرندگان مهاجر تنها منبع غذایی شدند. اینجاست که تکامل وارد ماجرا شد. برای شکار پرندگان مارها باید خیلی سریع و خیلی مرگبار می شدند. به همین دلیل در طول هزاران سال سم آنها 10 برابر کشنده تر شد. این فرایند یکی از خطرناکترین گونه‌های مار جهان را خلق کرد، افعی طلایی سرنیزه‌ای. این مارها ویژگی‌هایی دارند که آنها را منحصر به فرد می‌کند. 1. سم فوق‌العاده قوی. سم آنها حاوی آنزیم‌هایی است که بافت را در لحظه حل می‌کند، باعث خونریزی داخلی شدید می‌شود، عضلات را فلج می‌کند و در نهایت قلب را متوقف می‌کند. سم این مار در میان کشنده ترین سم هاست. 2. رنگ طلایی خاص. این رنگ طلایی نه فقط زیباست بلکه نوعی استتار در نور کم ایجاد می‌کند. 3. رفتار بسیار تهاجمی. به دلیل نبود شکارچی طبیعی این مارها به شدت بیباک و سریعند. 4. نایابترین مارهای جهان، چون فقط و فقط در همین جزیره وجود دارند. گزارش‌ها متفاوتند. برخی میگویند 2000 مار، برخی 4000 و برخی حتی 5000 مار در جزیره وجود دارد. این یعنی در برخی قسمت‌ها در هر متر مربع احتمال دارد 1 مار حضور داشته باشد. به همین دلیل است که حتی دانشمندان هم میگویند جزیره مارها تنها جایی است که باید هر قدمت را با مرگ اندازه بگیری. در سال 1909 یک فانوس دریایی در جزیره ساخته شد. یک خانواده برای نگهداری آن به جزیره منتقل شدند. اما این تصمیم اشتباه بزرگی بود. طبق گزارش‌ها، یک شب مارها از میان سوراخ‌های دیوار وارد خانه شدند. نگهبان و خانواده‌اش سعی کردند فرار کنند، اما مارها از قبل دور خانه را گرفته بودند. وقتی قایق برای رساندن غذا رسید، با صحنه‌ای وحشتناک روبرو شد. از آن پس دولت اعلام کرد جزیره برای همیشه باید خالی از انسان باشد. فانوس دریایی امروزه کاملاً اتوماتیک است و نیروی دریایی برزیل هر چند ماه یک بار برای تعمیر آن وارد جزیره می شود.
جزیره اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی برزیل است. قوانین رسمی: ورود بدون مجوز ممنوع، نزدیک شدن قایق‌ها به ساحل ممنوع، عملیات امداد برای افراد متخلف انجام نمی شود. نیروی دریایی هر کسی را که به سواحل نزدیک شود بازداشت می کند. تنها گروهی که اجازه ورود دارند زیست شناسان، پژوهشگران، تیم‌های دارویی و گاهی فیلمسازان مستند. اما این ورود هم بسیار محدود است. دانشمندان با لباس‌های محافظ کامل وارد می‌شوند. حتی یک اشتباه کوچک مثل گذاشتن دست روی سنگ بدون نگاه کردن می‌تواند پایان کار باشد. اما چرا این همه خطر را قبول می‌کنند؟ چون سم این مارها منبعی شگفت انگیز برای ساخت داروهای جدید است. داروهای ضد خونریزی، داروهای قلبی، داروهای مؤثر بر تومورها، داروهای فشار خون. ویژگی‌های سم این مار از دید پزشکی گنج طبیعی محسوب می شود. با وجود خطر بسیار زیاد، این مارها در بازار سیاه قیمتی بین 30,000 تا 70,000 دلار دارند. چرا؟ نایابند. در کل دنیا فقط یک جزیره دارند. نگهداری از اونها برای کلکسیونرها جذاب است. از سمشان در آزمایشگاه‌های زیرزمینی سوء استفاده می شود. بارها قاچاقچیان برای ورود شبانه تلاش کردند. بسیاری از آنها هیچ وقت برنگشتند. این یعنی خود ماروا بهترین محافظان طبیعتند. حتی امروز هم بخش‌هایی از جزیره هیچ وقت نقشه برداری نشده. هیچ کس نمی‌داند دقیقاً چند مار وجود دارد. احتمال وجود گونه‌های ناشناخته وجود دارد. ممکن است در عمق جنگل مارهایی زندگی کنند که دانشمندان هنوز ندیده‌اند. برخی دانشمندان معتقدند ممکن است گونه‌های جدیدی از خزندگان، حشرات و حتی قارچ‌ها در جزیره وجود داشته باشد. اما کسی جرأت نمی‌کند وارد مناطق عمیق‌تر شود. جزیره مارها به ما نشان می‌دهد که جهان هنوز مکانهایی دارد که انسان نباید به آنها دست بزند. جاهایی که تکامل راه خود را می‌رود، طبیعت قوانین خودش را دارد و دخالت انسان فقط همه چیز را به هم می‌ریزد. این جزیره یادآور این است که همه جای دنیا برای قدم زدن ساخته نشده. بعضی مکانها بهتر است اسرارآمیز باقی بمانند.